تاریخمون. شما گوشت خوردین؟ بله بابا، من گوشت خوردم. اونا چی هن؟ اینا میون بابا، میوه. اون پیاز. نه یعنی موز و سیب و پرتقال و یه چیزایی مثل اینا. همشون مزه پیاز میدادن؟ آره بابا، آره مثل پیاز. مامان اینجا داره خمیازه میکشه دهنش. نه بابا، داره از ته دل میخنده. خنده چیه؟ آدم ها اون زمان ها وقتی میخواستن که شادی خودشون رو نشون بدن میخندیدن، اینجوری مثل مامانت. تو اصلا تو بخوای شادی تو نشون بدی چیکار میکنی بابا؟ آروق میزنم. آروق